بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ. سلام و درود خدمت شما شاگردان خوب و نازنین. آرزومندم در هر گوشه و کناری که هستید خوب و خوش و با انرژی باشید. شاگردان خوبم کتابچه و قلم بردارین. امروز قراره بریم سراغ یک درس جدید. در ویدیوی قبلی ما شما عددخوانی رو یاد گرفتیم. در این درس قراره به شما درس عدد نویسی رو ارائه کنم. همونطوری که شما در تخته سفید و در سلاید مشاهده میکنین، امروز ما شما درس عدد نویسی رو داریم. مثلا به ما شما یک عبارت یعنی حروفش میته، میگه تو عددش نوشته کن. ما چطور مثلا همون عدد به راحتی نوشته کنیم؟ بریم به سلاید ببینیم که به ما شما چی درس اینجا آماده شده و با هم این درس به خوانش بگیریم شاگردان عزیزم. خب سلسله درس‌های ریاضی بخش حساب رسیدیم به خیر به موضوع عدد نویسی. فکر شما باشه که عدد نویسی رو با عدد خوانی فرق کنین. یعنی عدد خوانی عدد داده میشه و ما اون رو میخوانیم. اما قواعدی که در ویدیوی قبلی به شما گفتم، از راست به چپ سه خانه جدا میکنیم، نام طبقه مشخصه، بعد از چپ به راست میخونیم. ولی عدد نویسی دیگه فرق میکنه. عدد نویسی چی معنا؟ به ما به شکل حروف عبارتی رو میده، میگه شما عددی رو نوشته کنین. خب عدد نویسی برای نوشتن صحیح اعداد باید هر رقم را در طبقه و مرتبه مربوط به خود یا مربوط به آن قرار دهیم. این روش به ما کمک میکنه تا اعداد بزرگ را بدون اشتباه بنویسیم. خب برای اینکه شما یک عدد به خوبی بنویسین، سه مرحله رو در نظر گیرین. اول شناسایی طبقه ها، این خیلی مهمه. مثلا بزرگترین طبقه کدام طبقه رو برای ما گفته و این رو همیشه یاد داشته باشین. وقتی که ما یک عدد میخوانیم حتما طبقه های زیر از راست به چپ جدا میکنیم، مشخص میشه. ولی برای عدد نویسی یعنی نوشتن یک عدد که جمله یا عبارتی به ما داده شده، میریم سراغ بزرگترین طبقه. بزرگترین طبقه یعنی که شناسایی کردیم از چپ اما بزرگترین طبقه رو نوشته میکنیم، به سمت راست طبقات رو سلسله مراتب نوشته کرده میریم تا طبقه آخر که اون 100 میشه. اعداد رو از سمت چپ یعنی خودش بگفته به راست در طبقه های میلیون، هزار و یکی یا همون 100، منظورش یکی همون 100 مرتب کنید. حالا اینجا تصور کنید که همون عددی که به شما داده بزرگترین طبقه میلیون بود، امکان داره میلیارد باشه، تریلیون باشه، بالاتر از باشه. شما از بزرگترین طبقه شروع میکنین تا طبقه 100 از چپ به راست طبقه رو اول نوشته میکنین، بعد اون مرتبه مشخص رو به زیر همون طبقه میگذارین یا قرار میدین. دوم قرار دادن ارقام، یعنی خودش گفته دیگه هر رقم رو در مرتبه صحیح خود بنویسید و طبقه ها رو از هم جدا کنید. بسیار حرفی خوب. و شماره سوم جایگذاری صفر. خب این چی معنی استاد؟ امکان داره که یک طبقه رو به شما نگه. مثلا یک نفر میگه نوشته که 5 میلیون و 203. 5 میلیون و 203. خب این خب بزرگترین طبقه ای که گفته میلیونه، آخرش هم گفته 203. اینجا هزار برای ما شما نگفته، میلیون نگفته. وقتی که نگفته ما جایگذاری صفر میکنیم. اگر نام طبقه ذکر نشد به جای آن صفر قرار میدیم. چرا؟ به خاطر که همون موقعیتی همون ارزش مکانی یا زو عدد حفظ بشه. مثلا اینجا گفته 3 میلیون و 500. خب اینجا توضیح داده شده، نیاز نیه که ایرمه توضیح بدم. خب اینجا بریم به اسلاید بعدی ببینیم که مثال آماده شده. مثال اول مثلا گفته 36224. خب بیاین به تخته سفید که ما شما عبارت زیر شما در کتابچه خود نوشته کنین، بعد من میرم عدد زیر به تخته به شما نوشته 36224. خب شاگردان عزیز 36224 بزرگترین طبقه چیه؟ هزاره. به این عدد شما بزرگترین طبقه چی دارین؟ هزار. اول تشخیصی طبقه، بزرگترین طبقه ای که دینمی عبارت برای ما گفته چیه؟ هزار. دیگه سراغ دیگه چیز نمیریم. وقتی بزرگترینش شناسایی کردیم خب بزرگترین به چپ قرار میگیره، از چپ به راست طبقه رو تنظیم میکنیم. خب ما از هزار طبقه خردتر چی داریم؟ 100 داریم. 100 ها داریم یا نه؟ هزارها رو داره، 100 ما مشخص میکنیم از چپ به راست. بزرگترینش مشخص کنیم دیگه کلی ازی مشخص میشه به راحتی. خب اینال در طبقه هزار چی گفته؟ 36. 36 عدد چند رقمیه شاگردا؟ عدد دو رقمیه. پس به طبقه هزار نوشته میکنیم 36. عدد دو رقمی گفته 36. 36224. طبقه 100 هر سه مرتبه داده 224. پس این عدد خوانده میشه 36224. خب اینال اگه کدام وقتی نام کدام طبقه را نگه ما چیکار میکنیم؟ ما در اون قسمت ارقامی صفر جایگذاری میکنیم. خب مثالایی که در سلاید آماده شده شما به خانه کار کنید. من مثلا اینجا یک مثال دیگه کار میکنم به شما خب نگاه کنید شاگردای عزیزم به تخته. من یک مثال دیگه اینجا نوشته کنم که شما مثلا یک نفر میگه نوشته کن 2 میلیارد مثلا. خب نگاه کنید 2 میلیارد و 524 هزار و 3. 2 میلیارد و 524 هزار و 3. خب به این عدد
بلندترین طبقه میلیارده. اصلا دیگه طرف از این نگاه نکن فعلا. بلندترین طبقه رو شناسایی که میلیارد. پس از چپ به راست بزرگترین طبقه ای که برای ما گفته میلیارده. خب من اینجا نوشته میکنم میلیارد چون بزرگترین طبقه شناسایی کردم. خب از میلیارد به ترتیب کدام طبقه فراموش نکنین. از میلیارد یک طبقه کوچکتر چیه؟ میلیون. آفرین. از میلیارد یک طبقه کوچکتر چیه؟ میلیون. از میلیون یک طبقه پایینتر چیه؟ هزار. از هزار پایینتر چیه؟ صد. یا همون صدها و هزارها میشه که ما شما بگویم. این ترتیب شده عدد. اینالا هر طبقه ای که عددش گفته نوشته میکنیم، هر طبقه ای که نگفته یعنی در واقع نگفته به ما اون چی میذاریم؟ صفر میذاریم. 2,524,000. به خانه میلیارد فقط عدد 2 گفته نوشته کن چون دیگه چیزی نگفته. 2 میلیارد. به خانه میلیارد چی نوشته میکنیم؟ 2. یعنی میلیارد عدد یک رقمی داره، او هم 2. پس میگیم 2 میلیارد و 524. همین 524 شما جلو نوشته کنین. اینه. همین 524 خونده میشه یا نه؟ 524. این که شما قبول دارین ندارین؟ خب همین عدد 524 به کدام طبقه شاگرد عزیز؟ به طبقه 1000 است یا نه؟ پس همین 524 رو میریم به طبقه 1000 نوشته میکنیم. به زیر هزارها نوشته میکنیم 524. خب 524 1003. 3 به طبقه صدها عدد 3 گفته. خب عدد 3 در واقع هم یک ها هست یا نه؟ 10 صدهای رو ما نداریم. پس به یک ها نوشته میکنیم 3. یک ها نوشته میکنیم 3. خب صدها خب 3 خانه داره، از ما یک ها رو داده، 10 صدها رو نداده. 10 صدها رو چی میگذاریم؟ 0 جایگذاری میکنیم. خانه میلیون اصلا نام نگرفته. به اینجا هم چی اضافه میکنیم؟ چون هر طبقه 3 رقم داره، 3 تا 0 خانه میلیون میذاریم. پس در واقع همین عدد خوانده میشه 2 میلیارد و 524,003. به راحتی شما میتونید اعداد بخونید. فقط تمرکز بکنید در خواندن اعداد. اول بزرگترین طبقه رو شناسایی کنین، به سمت چپ نوشته کنین، طبقه رو به ترتیب جایگذاری کنین تا طبقه 100. در اخیر در زیر هر طبقه اما عدد مشخصه بگذارین، اما که ده حروف گفته، اویی که نگفته، کدام طبقه ای که نگفته شما با جایگذاری 0 همون طبقه رو ارزش مکانی از تکمیل بکنین. خب شاگردان خوبم، اینجا 2 تا مثال دیگه هم در سلاید هست، مثال دوم و سوم. خوبه که شما اینا در کتابچه ها خود یادداشت بکنین، بسیار به راحتی و آرامش بعد کار بکنین. مثال دوم 85 میلیون و 13,009. بلندترین خانه میلیونه، بعد از میلیون 1000 شما جایی که نگفته 0 میگذارین. مثال سوم 120 میلیارد، اینجا بزرگترین طبقه میلیارده. 120 میلیارد و 243,825. بسیار به راحتی شما از چپ به راست طبقه رو مشخص بکنین و همو اعدادی که گفته به هر طبقه رو تکمیل بکنین. شاگردان خوبم، این درس در این قسمت به پایان میرسانیم. آرزو دارم که انشالله عددخوانی و عدد نویسی رو به خوبی یاد گرفته باشین. این 2 مسئله رو از هم تفکیک بکنین و همو مقررات و مسائلی که ما در اینجا به شما گفتیم اون رو حتما پیروی بکنین. اگر این درس به شما مفید بود و از این درس لذت ببردین، ما از شما تقاضا میکنیم که این درس در واقع مو صفحه یوتیوب ما رو سابسکرایب و لایک کنین و این درس به دوستا و رفیقای خود همچنان شریک بسازید که ان شاء الله ثواب از شما هم محروم نشوید. الله یار و نگهدار شما تا درسی بعد.